سلام، وقت بخیر. امروز چهارشنبه 22 فروردین. سریع بریم سر اول مارکت جهانی. اونس در یک محدوده مشخص بعد از شکست صف‌های پیاپی که داشت در حال نوسان. و دوستان، روند کلی مشخصا صعودی است. تا وقتی گفتم روی 2150 هستین، روند اونس صعودی است و هر پایینی فرصت خرید، ولی فعلا با توجه به رشد فوق‌العاده‌ای که داشت، شاید خیلی از معامله‌گران که در قیمت‌های پایین وارد شدن، این معامله شاید این منطقه وقت خروج بدن و شاید معاملات خودشان ببندن، که همین باعث یک کمی فروکش کردن و باید منتظر داده‌هایی باشیم که از ایالات متحده میاد. در صورت تقویت دلار ما میتونیم شاهد ریزش در مارکت جهانی باشیم. بازار داخلی خود ما فعلا امروز سخنرانی رهبری داشتیم در بعد از نماز عید فطر و حمله به کنسولگری هم محکوم کرد و گفت حمله به کنسولگری مشخصا حمله به خاک هر کشور است و قطعا پاسخ میدیم. و اسرائیل هم سریع بعدش واکنششان داد و هر پاسخی بی جواب نمیگذاریم. یک کمی یه 100 خورده دلار با توجه به دو تا خبر رشد کرد. فعلا معاملات